وقتا که برادر مسلمان در پیشش میشینه عطسه میزند، ببین عطسه را هر کم میزند. عطسه که زد، بعد از عطسه زدن که الحمدلله گفت، شما در جواب او یرحمک الله گویید. عزیزان من، این حق اسلامی است. اگر در جواب برادر عطسه زده یرحمک الله نگویی، گناهگار میشوی، حق برادر اسلامی را ادا نکرده. این عطسه فایده ها دارد. عطسه از چند کسلی ها صاحبش نگه میداره. بنابراین این نعمت که است، بعد از عطسه زدن ما باید الحمدلله گوییم. هزار شکر پروردگار که من از او کسلی وزنینتر خلاص کردی، با عطسه زدن من آزاد کردی. بنابر شنونده چی گوید؟ یرحمک الله، خداوند شما را رحمت کنه داد. تا 3 باره پیغمبر گفتن جواب برادرتان به یرحمک الله گردانید. اما وقتی که از 3 بار زاید شد، معلوم بشود که او گریپ شده است، یا که مثلا دیگر کسلی دیگه مبتلا هست، بعد از وی جواب عطسه دیگه لازم نیست. لیکن یکم بار و دوم بار ده، سوم باره یرحمک الله گویی و یشفی که هم بعض روایت نامده. خب ما تاجیکای ما پیر شو میگویند، یا اینکه سلامت باشی میگویند. اما آن چیزی که پیغمبر به ما و شما تعلیم داده است، نه پیر شو است و نه سلامت باش. یرحمک الله، خدا تو را رحمت کند، خدا تو را شفا دهد.